همش یک جو بازی میکردم. گلستان 70 و ساکن 44 ساله شهر دوشنبه تقریبا 2 سال اخیر عمرش را در جستجوی پسری آن زمان 14 ساله اش صرف کرده است. گلستان 3 فرزند، 2 پسر و 1 دخترش را تنها بزرگ میکند. پسر خردیش آرزوی 14 ساله در یک صبح بر وقت ماه اوگوست سال 2017 برای چند دقیقه از خانه بیرون شد و تا حال بی نشان است. بعد 5 منت می شیر پختم در روی درس خونه ماندم. برآمدم بچه‌م نیست. بچه‌م کوفتم نیفتم. گفتم که بچه‌م کجا رفته؟ ایقا کوفتم نیفتم شب. گفتم که خیلی مایلا کوز می بیایم. تا ساعت 12 ایستادم نآمد. از آن لحظه سختی روزگار و جستجوی هر روزه فرزند برای گلستان شروع شد. به مقامات انتظامی مراجعت کرد و را در جستجو قرار دادند، اما بی نتیجه. گلستان به جستجوی مقامات زیاد اعتماد نکرد و همه نیرو و تلاشش را برای پیدا کردن فرزندش صرف میکرد. 1400 دانه صورت برآوردم. یکم روزی بچه‌م گم شدگی. صورتای زدم ای همین 46 تا رایونی نی ویا. ایسونگی پرازم همین شهر دا پلیس زدم تو ایرپورت صورت بچه‌م رفت. بعد نشد اینترنت دا پارتوتم. اینترنتو دا پارتوتم خیلی گردو آدم گفت که دیدیم دا فلان جا رفتیم. بچه من نه. با چند بار دیگه با 400 دانه 500 دانه 1000 دانه همین صورتای من برآوردگیم. گلستان تمام منطقه های تاجیکستان از ختلان تا بدخشان و از حصار تا سوغد را در جستجوی فرزند طی کرد، اما بی نتیجه. اعضای این خانواده میگویند کارمندان امور داخله هر بار با آنها صحبت کرده وعده جستجو میکنند، اما به نظر میرسد که در جستجوی فرزند گم شدهشان تلاشی چشم رسی نیست. خواهش دارم که هوایا بکوند در مرا. برای چی 1.5 سال وای نیست، 1.5 سال زیاد شد. وای سگ نیست که ما گم کرده نیوانشه. میریم با پیش ما را فقط زنگ میزنن میبیام با پیش ما بیا. ای در ساعت مادر ما جواب گرفته ما را میبیام میریم. فقط یک سوال، فقط یک چیز است. میریم همه دفعه همه خیل ما تمام جایی که مثال من ندیده بودم ای پشتی دادرم رفتیم. یگان خبرش نیست، فقط ای ما همی زبان خط میگیرن تمام. مثل این خانواده در تاجیکستان ده ها خانواده های است که سالهای طولانی در جستجوی فرزند و نزدیکان گم شده اشان هستند. اما پرسر و صداترینش قضیه ناپدید شدن ملیکه و سبینه خردسال است که هنوز هم در خاطره های اکثریت هستند. بیشتر از 6 سال پیش ملیکه و سبینه ارالوها از همین میدانچه بازی کودکانه نزد خانهشون بینام و نشان شدند. با گذشت این همه سالها والدان از این 2 دختر یگان خط و خبر ندارند و جستجوی مقامات و هم خانواده ملیکه و سبینه در این 6 سال بی نتیجه انجام یافته است. امسال ملیکه و سبینه به گفته نزدیکانشان یکی 11 و یکی 10 ساله شدند. امید خانواده ارالوها برای پیدا کردن فرزندانی در 6 سال پیش گم شده چندان قوی نیست، اما هنوز وجود دارند، ولی میگویند مقامات دیگر جستجوی فرزندانشان را قطع کردند. پدر مادر مسکو برفته اکستراسنس 2 مرتبه آورده. Экстрасенсы поехали проверять, кто где сказали, какие-то районы. Все этих районах экстрасенсами были. Но результатов не дал. Никакого следа. Абсолютно. در هر برنامه ویژه وزارت امور داخله تاجیکستان اعلان تعدادی از افراد گم شده در کشور نشر می شود. سال گذشته 2018 به گفته مقامات وزارت امور داخله 235 کودک در تاجیکستان گم شده مورد جستجو قرار گرفتند، اما سال جاری مقامات نهاد آمار نابالغان گم شده در کشور را رسانه‌ای نکردند. مقامات میگویند به فرق از قضیه ملیکه و سبینه در اکثر دیگر حالتها کودکان گم شده پیدا می شوند، اما والدان و پیوندان افراد گم شده از شیوه جستجوی آنها چندان قانع نیستند.